سلام، حالی شما؟ خیلی خوش آمدید با یک لایو آیجو تیوی دیگه با من مهسا. در همین ابتدای امر از همه‌تون میخوام که برای اینکه ادامه داستان رو با هم دیگه بشنویم و نوش جان بکنیم، هر آنچه که در مورد دین، در مورد ادیان مختلف، اسلام، این باورا رو از تو ذهنتون بذارین کنار. ما توی این چند تا آیه کاملا قراره که راجع به قوانین جهان هستی صحبت بکنیم. انگار یک کتاب عربی رو داریم با همدیگه ترجمه میکنیم که گفتن آقا این تو یه سری قوانینه، یه سری لوحاست، مثل لوحای هرمس که قوانین جهان توش توضیح داده شده. اینم همون داستانه و اینطوری میخوایم آقا این چند تا آیه رو بهش نگاه بکنیم، برای اینکه نمیدونم شاید پیش رفته باشین و خونده باشین آیه ها رو. یک ترجمه مبهم غیر قابل فهمه که آدمو اصلا از اون حقیقتی هم که اونجا داره بیان میشه دور میکنه. نمیدونم خوندید یا نخوندید. اگه خوندید بهم بگین. خیلی خوش آمدی. فکر میکنم که رفته باشین یکم خونده باشین پیش که ببینین آقا ادامه این داستان به کجا میرسه بالاخره. و اگه خونده باشید، آها خب کتایون، خب شبنم به همون بگو چی ازش متوجه شدی. آره خیلی مبهمه، آفرین، خیلی مبهمه. بعد و آره و غیر قابل فهم، به خاطر اینکه تقریبا میتونم بگم که تمام اون بخش که ترجمه قرار داده شده یه پرانتزه، یک کلمه است و یک پرانتز گنده و یک کلمه توضیح. و آره اصلا قابل درک نبود راستشو بخوایم. الان آلانیا الان حواستو بذاری جای آیت الکرسی رو چی کار داریم؟ من راجع به قوانین جهان هستی میخوام با تو صحبت کنم. این خیلی مهمه و خیلی مبهم بود، در صورتی که این چند تا آیه چنان زیباست که اصلا نمیتونم بگم. یعنی وقتی که بالاخره امروز کند و کاوم به پایان رسید، دیگه از خوشحالی واسه خودم بالا پایین میپریدم و اصلا از اینکه اینقدر قوانین راحت توضیح داده شده ما تا مبهوت بودم و هی با خودم اینطوری میکردم من اصلا این ترجمه رو بذار کنار. و چون انگار که اون یه مانعی شده بود، یه حائلی شده بود، نمیتونستم اصل داستان رو متوجه بشم و میخواستم خودم رو با اون تطبیق بدم و گفتم اصلا اونو بذار کنار و ولش کن. و از اونجا شد که در واقع عزیز دلم، از اونجا شد در واقع اون اصل و اون واقعیت رو کم و بیش نمیدونم اون چه که برای من قابل درک بود رو تونستم درک بکنم. و الان میخوایم که اینو بفهمیم آقا این چه قانونی از جهان رو میخواد به ما بگه. در این اولین سوره‌ایه که بر پیامبر نازل شده، البته که کامل نازل نشده، اما باید چیزهایی وجود داشته باشن که یک کلیتی از قوانین جهان هستی رو گفته باشه. وقتی داره به خلقت اشاره میکنه، وقتی داره به دانسته های انسان اشاره میکنه، قطعاً باید چیزی از قوانین هم درش وجود داشته باشه. و به خاطر همین رسیدیم آقا به این جای داستان. اگه اجازه بدین من کامنت رو ببندم و بریم ببینیم که داستان چیه. آقا تا اینجا ما فهمیدیم یک نفری بوده که
بهش یک سری چیزها نازل شده و گاهش گفتن که بخون. اون نفرم نه سواد خوندن داشته و نه نوشتن و گفته که آقا من نمیتونم بخونم. بعد دوباره بهش گفتن که آقا بخون، تو همه چیزو بلدی، تو همه چیزو میدونی. و ماها فکر میکنیم که همه جدا هستیم، جدا نیستیم و انسان شروع میکنه که فراموش میکنه، سرکشی میکنه، طغیان میکنه، خلقت و یادش میره و فکر میکنه که بی‌نیاز از خداونده، در صورتی که به سمت ما همه شما، هم تویی که اینجایی و داریم برات اینا رو میگیم، هم همه به سمت ما دارین برمیگردین. چطوری ما رو یادتون میره؟ آدم مگه میشه کسی که هر ثانیه و هر لحظه باهاش در ارتباطه و داره نفس میکشه، روزمرگی میکنه، غذا هضم میکنه، تپش قلب داره و هزار تا چیز دیگه، روز میشه شب میشه، آدم مگه میشه کسی رو که داره تو هر ثانیه وجودش رو میبینه و حس میکنه فراموش کنه؟ مگه میشه؟ و در اینجا میگه که بله میشه که فراموش بکنه، به خاطر اینکه ما یک سری چیزها برامون عادت میشه و بنده عاداتمون میشیم و اون زمان که ما دیگه همه چیز برامون به صورت عادی در بیاد، اگه عشق، اگه رابطه است، اگه خانواده است، اگه جایگاهه، اگر که ثروت مادیه، اگه ثروت معنویه، هر چی که هست، اگر برای ما عادی بشه و فکر کنیم که خب همینه که هست و خودمون باعثش بودیم، از اون زمان که عادت بودن و عادی بودن شروع میشه، شما میتونین کم کم از بین رفتن و اون نابودی تدریجی اون رابطه، اون نمیدونم جایگاه، کم کم اونو حس میکنید و دیگه لذت نمیبرید. اون زمانی که شروع شد عادت شد یک چیزی، لذت کم میشه. اما اون زمانی که همه چیز هر لحظه و هر ثانیه تازگی داره و جدیده و نوعه و نو به نوع همه چیز، لذت زیاد میشه، عشق زیاد میشه، بهره بردن زیاد میشه. و به همین جهته که ما باید توی لحظه زندگی بکنیم. عادت کردن به زندگی در لحظه تنها عادتی است که هر لحظه نو و تازه است. تنها عادتیه که عادت نیست، بلکه عشق و لذت بردن از زندگیه. با این توضیحات بریم سراغ ادامه داستانی که تعریف کردیم و بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عشق، به نام خداوند عاشق، به نام کسی که اون قبل از این که من و شما یا هر چیزی در این جهان باشه عاشق ما بوده و از جنس عشق بوده. حالا میخوایم بدونیم آقا چی شد که ما یادمون رفت که به سمت خداوند برمیگردیم؟ چی شد که این بازگشتن رو یادمون رفت؟ اگر بدونیم که چه چیزی باعث شد یادمون بره، از همون میتونیم استفاده بکنیم تا یادمون بیاد. اگر ما با تکرارها و چرخه‌های تکرار شونده عادت کردیم به این زندگی روزمره و یادمون رفت اصل و ذاتمون رو، با همین تکراره که میتونیم از این چرخه‌ها بیایم بیرون. شما وقتی یک عادتی رو میخواین بذارین کنار، باید اون عادت جدید یا اون کار جدید رو که میخواین انجام بدید رو اونقدر تکرار بکنید تا اون تکراری قبلی کنار گذاشته بشه. و به خاطر همین اگر ما بفهمیم که چه چیزی باعث شد که ما یادمون بره به سمت پروردگارمون برمیگردیم و غنی و بی نیاز نیستیم، چی باعث شد که سرکشی کنیم، اگر اینو بفهمیم، اون وقت میتونیم جا به جا، یعنی برعکس، ازش استفاده بکنیم و به یاد بیاریم، استفاده بکنیم و برگردیم، استفاده بکنیم و اتصالمون رو چک بکنیم. گرفتی چی شد؟ حالا میخواد بگی که چی شد ما یادمون رفت. اینو بفهمیم به یاد میاریم، اینو بفهمیم میایم بیرون از این بازیایی که توش گیر افتادیم که باعث فراموشیمون میشه.
به به. آیه حالا میاد یه مثال میزنه برای اینکه به ما بفهمونه چی شد که ما یادمون رفت. با یه مثال اینو توضیح میده، خیلی راحت و آسون. میگه که آقا، آیه شماره 9 میگه که ارایت الذی ینها. ارایت رو که یادتونه، آیا ارایت الذی یکذب بالدین رو یادتونه دیگه. ارایت، آیا دیدی کسی رو که ینها نهی میکرد، باز میداشت، منکر میشد، نمیذاشت، مانع میشد؟ آیا دیدی اون کس رو؟ مانع میشد از چی؟ عبدن اذا صلا، بندی که هنگامی که نماز میخون. آیا دیدی کسی که نهی میکنه بنده ای رو که داره نماز میخونه؟ میگه صلات رو قبلا ما راجع به صحبت کردیم، گفتیم آقا هر جا صلات بود، نماز، مدیتیشن، مراقبه، حضور، ظهور، لحظه حال، توجه. هر اون بنده ای که در حال توجه کردنه، حالا به شیوه خودش، به هر شیوهی که داره توجه میکنه، تمام توجهش به اون زیبایی است، به خداونده، چه تو نمازه، چه تو مدیتیشنه، چه در درون خودشه، چه در بیرون خودشه. مرکز توجهش چه خواستشه؟ مرکز توجهش روی خواستشه، روی خداونده، روی خودشه، روی درونه. آیا دیدی کسی که می اومد این بنده رو از مراکز توجهش دور می کرد؟ و از اینجا به بعد یه چیزی اینجا خیلی زیباست. تا اینجا چندین بار خداوند انسان رو به کار برده بود. ما انسان رو خلق کردیم، ما بهش یاد دادیم، انسان طغیان کرد، انسان. اما از این آیه به بعد میشه عبد. عبد یعنی بنده، کسی که دیگه هیچ، یعنی اون انسانی که دیگه بنده اون چیزهای بیرونی نیست، فقط بندگی خداوند رو داره میکنه. و شما وقتی داری بندگی داری عبدی، بنده یک نفری، بنده یک خدایی هستی، یعنی در همه چیز توجهت به خداونده. درخت رو میبینی چون بنده خدایی، داری خداوند رو، داری ظهور خداوند رو توی اون میبینی. حیوان میبینی چون بنده خداوندی، بنده حیوان که نیستی که، بنده خالقی، بنده خلق که نیستی. وقتی داری اون خلق شده رو میبینی، در اون به حضور خالق پی میبری. این یعنی بندگی کردن. بنده تمام مرکز توجهش خداونده و این یعنی صلا، و این یعنی صلات، و این یعنی صلو، و این یعنی صلی. یعنی بنده همه چیزهایی که باهاش در ارتباطه، اون رو فقط به یک چیز وصل میکنه و اون بنده همون یک چیزه، نه هیچ چیز دیگه. و اینجا داره راجع به بنده صحبت میکنه، راجع به انسانی که حالا میخواد بندگی کنه. خلق شده، میدونه، دانسته هاش رو به یاد آورده و داره بندگی میکنه. حالا دیدی کسی که میاد اینو از بندگی کردنش دور میکنه؟ تو تا حالا دیدی همچین کسی رو که میاد مراکز توجه این آدم رو مختل میکنه، حواسش رو پرت میکنه، انرژیش رو میگیره، ارتعاشش رو تغییر میده؟ تو دیدی همچین کسی رو که اینو از بندگی کردن باز میداره؟ داره اینو میگه. و فوق‌العاده است. بنده
توی هر شرایطی، توی سختی، توی ناامیدی، توی نمیدونم بلا، توی مصیبت، بنده تو هر شرایطی توجهش فقط و فقط به اون صاحبه، به اون کسیه که عبدشه. اون سختی ها رو نمیبینه، که اون داره بندگی کردن رو میبینه. اون همه ی توجهش به اون مرکز توجهه. اون توجهش رو سختی ها نیست، اون توجهش روی نیستش که وقتی که داره شنا میکنه یک نفر، توجهش فقط به اینه که برسه به اون ساحل، توجهش به اینه که این آب، اینی که داره غرقش میکنه، اینی که خستش کرده، اینی که فلانه، این خداونده. و به خاطر همین خستگی، رنج، سختی، ناامیدی، اینا دیگه همه براش میشه یک چیزهایی که داره از جانب اون معشوق، از جانب اون عاشق داره بهش میرسه. اون دیگه اونا رو اون توجهش فقط پیش عشقشه. چی کار داره؟ راه دوره، سخت دریا، مواج طوفانی، فلان بیساره، مهم نیست اصلا براش. او فقط داره به اون عشق ابدی و ازلی فکر میکنه. این یعنی بنده. این یعنی بندگی کردن. یعنی آقا تو بده بیاد. چی میدی؟ هر چی میدی، هر دردی تو به من میرسونی، دواش عشق توه. اگه من درد نداشته باشم فکر میکنم که تو عاشقم نیستی. گرفتی چی شد؟ دوا، درمون، ناامیدی، امید، یأس، زیبایی، همه چی. اون هم در همه اینها داره اون عشق رو میبینه. و این یعنی بندگی کردن. یعنی من بنده تو هم، بدی، خوبی، کمی، زیادی، زشتی، فلانی، بیساری، بد اخلاقی، خوش اخلاقی، هر چی که هستی، من بنده تو هم، تسلیمتم. توجه من، سختی، ناامیدی، فلان، بیسار، موج، دریا، زلزله، طوفان، کوه، فلان، دره، این، اون، نه، من اصلا به اینا نمیتونم توجه کنم، همش تویی. این یعنی سفت و سخت و پایدار استقامت کردن و بندگی کردن. اینه که تو لایوی که خواسته هاتون رو میخواستین، گفتم وقتی شما یک خواسته ای رو میخواید، باید مرکز توجهتون روی اون خواسته باشه. یک باید اجباری. من نمیگم، میگه بنده ای که صلات میکنه، عبدی که داره توجه میکنه، داره بنده رو، عبدو داره توضیح میده. میگه عبد کسیه که توجه میکنه. اگر توجه نکنه بنده نمیتونه باشه. اگه حواسش پی همه چیز بره، اگه از اون ذات، از اون حقیقت، از اون اصل، از اون منبع دور بشه و توجهش بره سراغ حواشی، دیگه نمیتونه بنده باشه. دیگه عبد نیست. عبد اون حواشیه، عبد اون اصل نیست. اینه که میگم وقتی شما یک خواسته ای دارید، مهم نیست اون خواسته چیه، معنوی، مادی، عشق خداوند، هر چی که هست، هر چی که هست، شما باید تمام توجهتون رو، تمام تمرکزتون رو روی اون بذارین. هر چیز و هر کس و هر شرایطی که شما رو از توجه کردن به اون چیزی که میخوایدش، به اون چیزی که میخواید ایجاد کنید، به اون چیزی که میخواید بهش برسید، به اون حقتون، به اون اصلتون، به اون ذاتتون، به خداوند، به معنویات، به مادیات، به هر چی که میخواین، فرقی نمیکنه. به هر چی که میخواین برسید، باید همه ی توجه و تمرکزتون روی اون باشه. توجهتون رو هیچ چیز دیگه ای نباید باشه. این یک قانون است در جهان هستی. شما به هر چیزی که توجه میکنید، بزرگش میکنید، بارورش میکنید، قدرتمندش میکنید، بهش نیروی این رو میدید که روی شما تأثیر بگذاره. خوب دقت کنید و ببینید توی اطرافتون، ببینید به چه چیزهای نادلخواهی تا حالا توجه کردید و بزرگش کردید و بهش قدرت دادید.
و از اون طرف هم به چه چیزهای دلخواهی توجه کردید و چقدر قدرتمند شده. کافیه یک اتفاق یک جایی بیفته. چند سال پیش گفتن که آقا نمیدونم یه نفری کاریکاتور پیامبر کشیده، بعد دیگه همه بر علیه شدن و بزرگش کردن، توجه کردن بهش و بزرگ شد و شد بهترین کاریکاتوریست و چقدر جایزه برد و چقدر آدم خفنی شد و چقدر آدم بزرگی شد. مراکز توجهه. در صورتی که اگر توجهی نمی‌شد به این داستان، اصلا اون اصل و اون محمد و اون پیامبر و اون قرآن و اینها اینقدر زیر سوال نمیرفت. اینقدر به اون ناخواسته توجه شد که اون بزرگ شد و اصلا این داستان فراموش شد که چه اتفاقی افتاده. و ما پریم از این داستان ها. کافیه که یک چیزی یک جایی کم بشه، انقدر میگیم، اخبارش رو پخش میکنیم، بزرگش میکنیم، هی چیزهای دیگه کم میشه، قحطی میشه، گرون میشه، فلان میشه. این داستان مراکز توجهه. مراکز توجه این کارو میکنه، در صورتی که اگر به اون واقع توجهی نمیکردی از بین میرفت، اصلا دیده نمیشد. یه وقت یه جایمون زخم میشه. حالا دستای من همیشه پر از زخمه به خاطر اینکه با سگ و گربه ها در تماسم. اگه من بخوام به این زخم‌های توجه بکنم، چسب بزنم، باند بزنم، اینو بزنم، اونو بزنم، اینجوری کنم، این زخمه بدتر میشه. کافیه بهش توجه نکنی، کافیه به دردت توجه نکنی، کافیه به بیماریت توجه نکنی، کافیه به اون چیزی که نمیخوای توجه نکنی و توجهتو بذاری رو چیزی که میخوای. خودش خوب میشه، خودش از بین میره. کافیه ما به جر و بحثی که با یه نفر میکنیم توجه نکنیم، ادامه ندیم، تو فکرمون بزرگش نکنیم، ادامه ندیم تو فکرمون هنوز با اون آدم دعوا بکنیم. وقتی بهش توجه نمی‌کنیم مثلا تموم میشه، یارو میاد عذرخواهیشو میکنه، ما دوباره میبینیمش، مسئله برطرف میشه. کافیه ادامه بدیم. بزرگ میشه اختلاف، میشه نمیدونم دعوا، میشه هزار تا داستان دیگه. پس مراکز توجه خیلی مهمه. اصلا اگر یک چیز در قرآن وجود داشته باشه که من به شما بگم که این اصل حرف قرآنه، اون توجهه. اگه یک چیز اصل جهان هستی باشه و اصلی ترین قانون جهان هستی باشه، توجهه. شما به چه چیزی دارید پر و بال میدید و چه چیزی رو مرکز اون تارگت، هدف، تیر توجهتون قرار دادید. کیه اون خیلی قدرتمند میشه در زندگی شما. میتونه حالتون رو خوب کنه، میتونه حالتون رو بد بکنه، میتونه بد رفتاری کنه، میتونه ستم کنه بهتون و میتونه هزار تا کار دیگه بکنه. برای این که من مرکز توجهم رو دادم به حاشیه ها، یعنی چی؟ یعنی قدرت رو دادم دست حاشیه ها. یعنی چی؟ یعنی بندگی حاشیه ها رو کردم و مرکز توجهم رو از اصل، از منبع، از خداوند، از قوانین جهان هستی، از کائنات، از کیهان، از نیروی برتر، هر چی که اسمشو میذاری، از اون برداشتم، قدرت رو ازش گرفتم و دیگه بندش نبودم و قدرت رو دادم به چیزهایی که دارم بهشون توجه میکنم. این داستانیه که اصل قوانین جهان هستیه، بقیهش همه بر پایه این تشکیل میشه. گرفتی چی شد؟ توجه کردن منظورمون نیست که صبح تا شب بشینیم حالا به اون خواسته فکر بکنیم، نگران بشیم، استرس بگیریم، فلان کنیم، بیسار کنیم. نه، یعنی همه فکرتو بذار رو چیزهای خوبی که هست. تو مسیر یک خواسته ای که داری، توجهت نمیخواد بذاری به لحظه رسیدن، توجهتو بذار رو لذت بردن از چیزهای خوبی که در این مسیر هست. این تو رو میرسونه، این برات خلق میکنه. پس حالا ببین چقدر مهمه اون کسی که میاد تو رو از این توجهت پرتت میکنه یه طرف دیگه.
ببین اون چقدر مهمه که اینجا داره میگه آیا دیدی کسی رو که میاد تو رو از اون بنده ای رو که در حال توجه کردنه و در حال پرستشه، در حال نیایشه، در حال نمازه، میاد نهی میکنه، باز میداره مراکز توجهش رو عوض میکنه، توجهش رو میبره یه جای دیگه. پس چقدر مهمه که اگه ما حواسمون پرت بشه، چقدر مهمه که اگه مرکز توجه من بره تو گذشته و بره تو آینده و من از لحظه حالی که درشم غافل بشه توجهم، پس چه کار خطرناکی میکنه اون کسی که داره این کارو میکنه؟ پس اونه که باعث میشه من فکر بکنم که هیچ وقت به خداوند بر نمیگردم. اون باعث میشه من یادم بره که چرا، اون باعث فراموشی من میشه. اونی که منو باز میداره از توجه کردن به لحظه حالم، به خداوند، به اصل، به ذات، به حقیقت، اونی که باعث میشه من از توجهم برای یاد آوری آنچه که بودم من بشم، دور بشم، منو باز میداره. اگه من بتونم اونو شناساییش بکنم و اونو دورش بکنم، میتونم به یاد بیارم. همه این فراموشی ها به خاطر این بود که من توجهم پراکنده شده بود. یه چیزی هست که مانع از این میشه که من متمرکز بشم و بتونم به یاد بیارم. حتما یه چیزی هست که داره مانع میشه. و اما این چیز و اون کسی که تو حتما دیدی، وقتی قرآن اینطوری سوال میکنه که آیا دیدی؟ یعنی تو حتما دیدی. این سوالی نیستش که تو جوابشو نمیدونی. این سوالیه که میخواد تو رو قلقلک بکنه که تو به یاد بیاری که دیدی. این مثال سوال نمیپرسه از خواننده، چون میدونه کسی که داره میخونه جواب این سوال قطعا میدونه. میگه آیا دیدی کسی که باعث شد مرکز توجه تو پراکنده بشه و نتونی رو اون اصل و حقیقت توجه بکنی و به یاد بیاری؟ آیا همچین کسی رو تا حالا دیدی؟ بله دیدم. بله، من کلی انسان خواب و غفلت زده و خودشون رو به خواب زده میشناسم. من میشناسم، اطراف هممون هست، هممون میشناسیم. اینه که میگم آقا اگه میخوای به خواسته‌ای برسی، حتی اگر انسانهایی هستن که تو با اونها داری خوش میگذرونی لحظه، اما تو رو از مرکز توجهت غافل میکنن، جنس خوشگذرونی ها، جنس افکار اونها، جنس حرفهای اونها، ارتعاشات حاصله وجود اونها، فرکانسی که درش حضور دارن، مداری که دارن توش زندگی میکنن، با تو هم ارتعاش نیست به هر دلیلی. اما باهاشون میخندی فلان میکنی. این آدم ها همونایین که مراکز توجه تو رو پراکنده میکنن و تو یادت میره اینا همونایین که نهی میکنن. ینها الذی ینها، کسی که نهی میکنه، فعل مضارع و فعل ماضی نیست، میکنه، همیشه داره میکنه. مال الان تا گذشته تا آینده، همیشه این داره این کار رو انجام میده. بله دیدم. و نبگیم به همه روابط و انسانهایی که به هر دلیلی با ما هم ارتعاش نیستند. این مگه چقدر کار سختیه؟ و اگر مجبوریم در کنارشون باشیم، مراکز توجهمون رو از روشون برداریم، بهشون توجه نکنیم، بهشون قدرت ندیم، وارد مدارشون نشیم، وارد بازیاشون نشیم، وارد فرکانساشون نشیم. اینا همونایین که باعث میشن ما به یاد نیاریم. اینا همونایین که باعث میشن ما بر نگردیم. اینا همونایین که باعث فراموشی ما میشن. بیا با خودت، این کار خیلی آسونیه. وقتی شما قدم میذارین تو راه این که میخواین یه سری چیزا رو کشف و شهود بکنید،
به ناگاه میبینین که دایره دوستاتون کمتر شد. به ناگاه میبینین که آدما انگار که با شما دیگه ارتباط برقرار نمیکنن یا ازتون فاصله میگیرن یا با یک جنس آدمهای خاصی میتونین ارتباط برقرار بکنی. این نشونه های اینه که مدار شما، فرکانس شما، جنس ارتعاشات شما داره تغییر میکنه و با اون محیط و با اون آدم‌ها و با اون شرایط دیگه سازگاری نداره. به همین جهت بدون اینکه شما کمترین تلاشی بکنی، جهان اونها رو از شما دور میکنه، برای اینکه فرکانس شما تغییر کرده و اونها دیگه توی اون جهان مربوطه به شما، توی اون مدار شما جایگاهی ندارن. پس نخواین به زور این روابط و این آدما رو حفظ بکنیم و نگه داریم و بچسبیم بهشون. اینها همونهایین که ما رو باز می‌دارن. اینها همونهایین که نمی‌ذارن ما به یاد بیاریم. پس بیاین از امروز تصمیم بگیریم به تمام روابطی که با ما هم ارتعاش نیست نچسبیم. بگیم نه واقعا به همه روابط غیر هم ارتعاش و بله به همه روابطی که در ارتعاش و فرکانس ماه. شما اگر که حتی خیلی هم رو خودتون کار کرده باشین، اگر در ارتباط و در محیط با آدم‌های قرار بگیرید که اونها شما رو به بازی فرکانسی خودشون و ارتعاش خودشون ببرند، هر آنچه رو هم که به دست آوردید فراموش میکنید و وارد بازی اونها میشین. اینه که من توی اون لایو خاصه ها گفتم آقا خیلی مهمه آدم هایی که مرکز توجه شما رو به هم میزنند، اینها الذین ینهون، نه همونایی که نهی میکنن شما رو. فرقی نمیکنه کی باشه، توجهت رو پراکنده میکنن، مانع میسازن و نمیذارن اون اتفاقی که باید بیفته، اون چیزی که باید به یاد بیاد. این یکیش. بازم من میشناسم کسی رو که ما رو نهی میکنه و نمیذاره توجه بکنی و اون بزرگترین کسیه، بزرگترین مانع توجه ماست، بزرگترین کسیه که میتونه این کار رو انجام بده، چون قدرتمندترین کس در زندگی ماست. میتونین حدس بزنین اون کیه؟ مطمئنم که میشناسینش. بزرگترین مانع، یعنی بزرگترین کسی که میتونه بزرگترین مانع رو برای مراکز توجه ما بسازه، فقط و فقط و فقط خودمون هستیم. افکار من، ایگوی من، خود ایدئال من که دوست داره من خیلی خفن باشم، سوپر ایگوی من، اون نفس، اون من چقدر برای ما مانع میسازه، چقدر برای ما پراکندگی افکار و تمرکز میاره، چقدر نمیذاره حتی تو لحظه که ما توی نماز هم هستیم همه توجه و تمرکزمون روی اون کلمات و روی اون کاری باشه که داریم انجام میدیم. دائما ما رو با خودش یا داره میبره تو گذشته ها، تو اتفاقایی که افتاده، تو آینده ها و اتفاقایی که هنوز نیفتاده. چه کسی قدرت داره یه همچین مانع بزرگی بر سر راه توجه و تمرکز من قرار بده جز خودم؟ عجب زیبا اشاره میکنه الذین ینها رو. کسی که مانع میشه، نهی میکنه، باز میداره بنده ای رو که بنده رو هنگامی که داره نماز میخونه، بنده رو هنگامی که داره نیایش میکنه، بنده رو هنگامی که داره به اصل و ذاتش برمیگرده، بنده رو هنگامی که داره به اون منبع جهان هستی توجه میکنه.
چه کسی مانع ماست؟ چه کسی میتونه دست ما رو بگیره از لحظه حال، بکشونه با خودش ببره به اون جاهایی که اصلا دلمون نمیخواد بریم؟ چه کسی جز افکار ما میتونه ما رو باز دارد؟ حالا دیدی؟ میدونی کیه؟ میدونی دیدی کسی رو که تو رو باز میداره از اینکه توجه بکنی؟ دیدی هممون میشناسیمش، هممون داریم از صبح تا شب باهاش زندگی میکنی. چقدر مرکز توجه ما رو جا به جا میکنه این؟ ما باید نفس عمیق بکشیم، باید تلاش بکنیم، باید کلی کار انجام بدیم که بتونیم مرکز توجهمون رو بیاریم رو خودمون، جسممون و روحمون، همین جایی که هستیم. و این کس به راحتی ما رو باز می‌داره از توجه به حضورمون در لحظه حال، از همین اکنونه، همین الانه. یک عالمه کار باید بکنیم که بتونیم این مانع ما نشه، ما بتونیم به یاد بیاریم. از صبح تا شب مگه این کار نمی کنیم؟ از صبح تا شب مگه تلاش نمی کنیم که فکر نکنیم، که نریم با افکارمون به ناکجا آبادا؟ مگه این کار نمی کنیم؟ پس چه خوب بیشناسیمش و چقدر قشنگ همه ما دیدیم، چقدر قشنگ بنده رو باز می داره از هنگامی که توجه می کنه. یعنی چی؟ یه چیزی میخوام بهتون بگم خیلی قشنگه و امیدوارم که با قلبتون حسش بکنید که چی میخوام بگم. ما تا حالا نشنیدیم کسی بگه که خدا بوده و تا حالا نشنیدیم کسی بگه خدا خواهد بود. خدا بوده، خدا خواهد بود. اما همه ما میگیم که خدا هست. خداوند ساکن لحظه حال است. خدا هست. خداوند مالک همه زمان هاست. والعصر مالک زمانه، صاحب زمانه، اما ساکن زمان حاله. اگه من برم تو گذشته نمیتونم بگم خدا بود. اگه برم تو آینده نمیتونم بگم خدا خواهد بود. اما اگر در لحظه حال باشم خدا هست و همه ما میخوایم که خدا باشه. پس برای اینکه ببینیمش باید ساکن لحظه حال باشیم. باید همه توجه و تمرکزمون روی لحظه حال باشد، چون خدا هست. هر چیزی که باعث بشه توجه منو باز داره از توجه به هست این لحظه و من رو ببره تو توجه به گذشته و توجه به آینده، هر چیزی که منو باز داره از صلات توجه به خدایی که هست در همین ساعت و همین لحظه، هر چیزی که منو از این باز دارد یعنی باعث شده که من از اون اصل و ذاتم و واقعیتم و حقیقتم دور بشم. هر چیزی که باز داره
باعث میشه که من سرکشی کنم، طغیان کنم. واسه همینه که اون وقت لازمه که برگردم به خداوند، چون من تو لحظه حال که خدا هست نیستم، یا تو گذشتم یا تو آیندم. پس باید برگردم به خداوند. کجا برگردم بهش؟ خداوند تو لحظه حال ساکنه. هر جایی که هستم، توجهم هر جایی که هست باید بیاد توی همین اکنون و همین لحظه. اینجا من فقط خدا رو میتونم پیدا کنم. اینجا خدا نشسته منتظر منه. منم که دورم، منم که رفتم که باید برگردم. اون که هست کجاست؟ توی لحظه حال. و هیچ جای دیگه شما نمیتونید به اندازه لحظه حال حضور خداوند رو حس بکنید. هیچ جای دیگه. شما حضور یک نفر در کنارتون رو در این لحظه که کنارتونه حس میکنید. وقتی دارید از گذشته که کنار اون آدم بودید حرف میزنید دیگه حضورش رو حس نمی‌کنید. وقتی دارین از آینده که میخواین برین پیشش حرف میزنید دیگه حضورش رو حس نمی‌کنید. شما الانه که پیششین میتونید از حضور حرف بزنید، میتونید حضور رو حس بکنید، میتونید حضور رو درک بکنید. اینه که خدا ساکن لحظه حاله، اما صاحب تمام لحظه هاست. خونه خداوند توی لحظه حاله. شما میخواهید برگردید به این خونه، میخواین ببینینش، اگه آدرسش رو از من میخواین، لحظه حال ساکن همین لحظه است. اگه میخواین برین در خونش باید توجهتون رو بیارین توی این لحظه. این شد نماز. حالا اگه نمیتونین توجهتون رو بیارین تو لحظه، ببینین چیه که داره ینها نهی میکنه، اونو پیدا کنی. اون کسی که داره نهی میکنه رو پیداش کنید. اونو پیداش کنید میفهمید چرا تو لحظه حال و تو توجه به این لحظه و حضور خداوند نیستید. متوجه حضور خداوند نیستید چون در لحظه حال نیستید. و اگر میخواید بدونید چی باعث میشه که در این لحظه حضور نداشته باشید، باید بگردید و ببینید که این مانع، این چیزی که توجه شما رو باز میداره کیه؟ چیه؟ بیرونیه؟ درونیه؟ چه شکلیه؟ از چه جنسیه؟ گرفتی چی شد؟ به به. لحظه وجود. لحظه وجود. من اسمشو گذاشتم لحظه وجود. اینجا اینو نوشته بودم، الان خوندم. پس همون چیزی که شما رو از لحظه‌ای که درش وجود دارید و هست، چه که هست، ما راجع به اون چیزی که هست داریم حرف میزنیم، نه اون چیزی که نیست. هر چیزی که شما رو از وجود دور کرد، این همون نهی کننده از صلات. به به. پس آقا تا اینجا فهمیدیم که 2 حالت وجود داره. یا من تو حالت صلاتم یا بنده‌ام هنگام صلات، هنگامی که دارم توجه میکنم، یا یه حالت دیگه هم وجود داره. یه چیزی مانع از توجه من میشه، یه چیزی توجه منو میبره یه جای دیگه. یا دارم توجه میکنم یا میخوام توجه بکنم بازم، اما نمیتونم. یعنی تو هیچ کدوم از این 2 حالت توجه نبود توجه نیست. توجه کردن همیشه هست. یکیش اینه که دیفالت ما، پیشفرض ما، برنامه‌ای که رومون نصبه، DNA، اون کدی که درون ما، جنسش یادآوریه، جنسش به یاد آوردنه، جنسش توجه کردنه.
جنسش اینه. ما دیفالت هیچ کاری که نکنیم به یه چیزی توجه بکنیم اون اتفاق میفته. این پیشفرضمونه. ما پیشفرض توجهمون روی اصل، ذات، حقیقت و وجودمونه. این رومونه، مثل موهامون که رومونه، مثل دستمون، مثل دندونامون، مثل چشام، مثل همه چی که رومون هست. این توجه کردن مثل خندیدن، مثل گریه کردن، مثل اینایی که رومون هست به دنیا میایم. دیفالت ما، برنامه ما وقتی که به دنیا میایم توجه به اون وجود و به اون اصله. حالا یا ما داریم این کار رو انجام میدیم یا داریم مانع از این کار میشیم. این که رومون هست دیگه. یعنی من یا دارم میبینم یا چشمام بستم مانع از دیدن میشم. گرفتی چی شو؟ یا این که دارم گریه میکنم و دارم اشک میریزم، یا نه دارم سعی میکنم که گریه نکنم. اینم دقیقا همین طوریه. من دارم یا میخندم یا دارم سعی میکنم که نخندم، جلوی خندیدنم رو بگیرم. میخوام بهت بگم خندیدن و گریه کردن و تضاد هم نیست. اینا مکملای هم دیگن. اینا کنار هم دیگه. اینا با همن، جنساشون ولی فرق میکنه. و داستان اینه که خندیدن و مانع خندیدن متضاد هم دیگه است، نه گریه. نمیدونم چقدر اینا رو متوجه میشید. بشین ولی بذار یه جور دیگه مثال بزنم. یا من دارم اینجا گرما رو حس میکنم. دیفالت وجود من گرمه. دیفالت وجود هیچکی سرد نیست. واقعیت وجود همه ما روی پیشفرض ما گرمای وجودمونه. حالا یا من این گرما رو دارم حس میکنمش یا گرمم، یا این گریا داره یک چیزی نمیذاره که من گرما رو حس بکنم، مانع از گرم بودن بدنم میشه. اون وقت من سردم میشه. یک چیزی گرم بودن رو کاهش میده که باعث میشه من سردم بشه. گرما متضاد سرما نیست. گرما رو ما هست، اگه حسش نکنین میشه سرما. توجه کردن روی ما هست. اگر مراکز توجهمون پراکنده بشه، یعنی که توجه نکنیم، توجه رو ما هست. ما مانع از این توجه میشیم. ما مانع از گرم بودن میشیم. ما مانع خندیدن میشیم. نمیدونم اینو چقدر تونستم توضیح بدم. واقعا توضیحش خیلی سخته. اینو به من فکر فهمیدین دارم چی میگم، دارم بس خودم حرف میزنم. وای خیلی سخت شد. اینو به من بگین. سلام بر ماهتون. نه پس متوجه. خب خدا رو 100,000 مرتبه شد. 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 مهنا الان برات دوباره توضیح میدم، اصلا نگران نباش. خدا رو 100,000، خدا رو 100,000 مرتبه شد. خدا رو 100,000 مرتبه شد. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. یه بار دیگه بگیم بر مهنا. نه عزیز دلم، چی خنگم؟ این چه برچسبیه به خودت میزنی؟ دیگه نگی ها، به هیچکی نگو. خدا رو شکر. الان قشنگ برات توضیح میدم مهنا بفهمی. یک بار دیگه. گرما
ما با وجودمون گرمه دیگه، همیشه وقتی به دنیا میان به گرما به دنیا میان. یعنی وجود سرد بشه یعنی ما مردیم دیگه، یعنی مرگمونه، یعنی تو جسممون حضور نیستیم و این جسم سرد میشه. ما جنسمون از حرارته. خب یا این حرارت وجود داره یا این حرارت وجود داره، این حرارت کلن وجود داره. خب وقتی کم میشه ما سرما رو حس میکنیم. گرفتی چی شد؟ اگه یک چیزی مانع از این بشه که این گرما حس بشه ما سرما رو حس میکنیم. گرما که کم بشه سرما احساس میشه. یعنی سرما به خودی خود وجود نداره. تاریکی نبود نوره. یه چیزی مانع نور میشه تاریک میشه، اون مانع و ورداری روشن میشه. نور در اصل وجود دارد و تاریکی نبود نور است. گرفتی چی شد؟ نور هست، تاریکی نبود نوره. وقتی شما مانع نور میشی تاریکی دیده میشه و وقتی تاریکی دیده بشه تو میخوای موانع رو برداری که نور بیاد تا تاریکی نباشه. توجه هم مثل نور ذات وجود ماست. اگر که اون توجه کردن به اصل، اون ذات، اون واقعیت، ذات و اصل و اون اصالت وجود ما توجه به اون حقیقتمونه. یک چیزی میاد مانع از این میشه، اون وقت ما دیگه به اصلمون توجه نمی کنیم، میریم به چیزهای دیگه توجه میکنیم. نه اینکه این توجه نیستا، یه مانع اینجا اومده تاریک شده، ما دیگه نمیبینیم داریم به چی توجه میکنیم. اینو که مانع رو که برداریم، نور که بیاد توجه دوباره حقیقت خودش رو نشون میده که حقیقتش به اصل و ذات ما بوده. گرفتی دیگه؟ فکر کنم گرفتی چی شد. با مثال نور و تاریکی متوجه شدی. به خاطر همینه که تاریکی و نور یک جنسن، نه اینکه یکیش هست اون یکی نیست، اون یکی هست این یکی نیست. این هست. این وقتی یک مانعی میاد روش شما تاریکی رو میبینی، این مانع رو وردارین نور رو میبینی. گرما وجود داره، گرما هست. اگه یه چیزی بیاد گرما کم بشه شما سرما رو حس میکنی. اینا جفتشون یک جنسن، متضاد هم نیستن، مکمل هم. پس آقا چی شد؟ پس تا اینجا فهمیدیم دو تا حالت داره. یا ما داریم توجه میکنیم، بچه اینا که من دارم به شما میگم جنسن، جنس آگاهی نیست، اینا خیلی فراتر از آگاهیه. اینا فراکانشسنسه، اینا اون حقیقت وجود ماست، اینا واقعیت نیست، اینا حقیقته. حقیقت ممکنه که یه وقتا یکم تلخ بشه، یکم غیر قابل فهم بشه، چون با باورهای ما جور در نمیاد، چون داره باورامونو به هم میریزه، ما یکم ممکنه که حالمون بد بشه. این ذات حقیقته. حقیقت این شکلیه. حقیقت خودشو تزیین نمیکنه و واقعیت بستگی به دید ما داره. حقیقت اون چیزیه که هست، این ذات وجود ماست. ذات وجود ما توجه کردن به حالا یا اون نماز یا اون ذات یا اون اصل، اون وجوده، اون وجود اصلی. هر چیز یا ما تو این حالتیم یا تو حالت اینیم که به اون ذات و به اون اصل و به اون حقیقت دسترسی پیدا کردیم و بنده اون اصلیم، بنده اون منبعیم، یا نه حالت دوم اینه که یک مانعی بر سر راه این بندگی وجود داره. یک مانعی وجود داره و نمیذاره که اون ذات و اون اصل و اون حقیقت خودش رو نشون بده، خودش رو پیدا بکنه. پس ما یا توجهمون به خداونده، این دیفالتمونه، این رومونه، کلن ما توجهمون باید اینجا باشه چون این روماست. اگر یه سری مانع ها هست و توجه ما به حاشیه هاست، این کاریه که انجام میدیم.
و چقدر سخت. یه چیزی که واقعا هست و ما میایم یه شکل دیگهش میکنیم. ما داریم همه تلاش میکنیم توجهمون رو برگردونیم و در صورتی که توجه ما در اصل روی خودمون و ذاتمونه. یک عالمه کار این وسط اتفاق افتاده که ما از این اصل دور بشیم. یک عالمه انرژی صرف شده که حقیقت یه چیز دیگه ای بشه. میدونی چقدر انرژی صرف شده برای که اون واقع، اون حقیقت و اون اصل و ذات و اون منبع و اون مرکز توجه که روی ما بوده که اصلا بدون اینکه کاری بکنیم بهش دسترسی داشتیم، مثل دیدن بدون اینکه کاری کنیم، فقط چشامونو باز میکنیم و میبینیم. به همین راحتی که بهش دسترسی داریم به اون ذاتمونم به همین راحتی دسترسی داشتیم. و ببین چقدر کارها انجام شده، چه تلاش هایی شده که یه مانعی بسازن که ما نتونیم این کاری که رومونه رو انجام بدیم. اینه اینکه یه نفر چشماتو بگیره، بعد تازه چشاتو که بگیرن تو هنوز میتونی ببینی، چشاتو باز کنی، یه چشم‌بندم بزنن، یه چسبم بزنن روش، یک عالمه کار انجام بدن تا اون چیزی که ببین چقدر انرژی بذاری تو چشاتو وا کنی میبینی. یک عالمه انرژی باید گذاشته بشه تا این چشم بسته بشه، یه دستی هم روشو بگیره، یه چیز دیگه که اصلا نتونه ببینه. چیزی که هست رو بخوای مانع براش ایجاد کنی خیلی کار سختیه، مثل همین دیدن. و این اتفاقی که افتاده، پس ما توی این دوتا حالتیم، یا اینیم یا اونیم دیگه، یا توجهمون به خداونده یا توجهمون به حاشیه هاست، غیر از این نیست دیگه. یا یه وقتایی توجهمون به خداونده، یا یه وقتایی مانع ها میان و نمیذارن که ما توجهمون رو لحظه حال و اون چیزی که هست در واقع باشه، میره سراغ چیزای دیگه. توجهمون میره رو چیزایی که نیست، مثل گذشته‌ای که نیست، مثل آینده‌ای که نیست، مثل اتفاقی که نیفتاده هنوز. این چیزا نیستن، اینا موجود نیستن. و توجه کردن به چیزی که موجود نیست خیلی کار سختیه. خیلی خیلی. حالا توی آیه بعدی میاد این دوتا حالت رو توضیح میده. پس ما قبل از اینکه اینا رو بخونیم متوجه شدیم دو تا حالت داره دیگه، یا توجهمون به خدا یا توجهمون به خدا نیست دیگه، به چیزهایی که نیست. دقیقاً 4 تا آیه بعدی خیلی با هم ربط داره و اینا رو با هم میگم. میبینی قوانین جهان هستی رو داره توضیح میده؟ دیدی چقدر آسونه؟ میگه که آقا آیه شماره 11 ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی، میگه که آیا دیدی یه جورایی مثل انگار میدونیه، انگار میدونی که این جمله ها، شما یه شعری رو تصور بکنید که یه سری کلمات مثلا به قرینه حذف شدن. دیدی شاعری شعر میگه یه سری کلمات رو به قرینه حذف میکنه، شرطا رو حذف میکنه، یه اگری رو یه جایی میاره، اون قسمت اول شرط رو حذف میکنه. اینجا همچین اتفاقی افتاده، چون قافیه ها و اون زیبایی کلام مهم بوده، اونی خودش یک معجزه محسوب میشده، اون شروط حذف شده و ترجمه اگه کلمه به کلمه باشه اینجوری میشه. آیا دیدی؟ ارایت، انگار میدونی، انگار دیدی. اگر کان علی الهدی، اگر بر راستی و درستی و هدایت بود، او امر به تقوا، یا به تقوا امر می کرد. این یه دونه حالته که آورده از اون کسی که نهی می کرد، اونو داره توصیف میده. این یه حالتیه که آورده، میگه آقا اگه که میتونست که به تقوا امر کنه و به راه راست و درست باشه، این یه حالته. یه حالت دوم دیگه هم داره. پس یه حالت این بودش که صلات باشه، داره توجه میکنه، میشه تو راه راسته و داره امر میکنه به تقوا.
این یه حالت دوم. ارأیت ان کذب و تولا، یا این که، یا حتما دیدی که، انگار میدونی که اگر دروغ گفت و روی برگردوند، یا توجه کرد یا توجه نکرد، یعنی مانع ساخت. این 2 حالته، یعنی یا اینطوری میشه یا تو حالت دوم قرار میگیره، میگه کذبه و روی برمیگردونه، یا داره بندگی میکنه یا بندگی نمیکنه. آیا دیدی این حالت ها رو تو؟ اگر که اینجوری بودی، اگه که اینجوری بودی، هر کدومش هم میتونی باشی، هر کسی هم هر کدوم از اینا میتونه باشه. این 2 حالت رو داره توضیح میده و بعد میاد میگه که علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونه که قطعا خدا میبینه؟ این هم از اون سوالایی که خودش جواب میدونه که خواننده جوابشو میدونه. کسی که اومده داره مکاشفه میکنه، داره قرآنو میخونه، قطعا جواب این سوالو میدونه. علم، آیا نمیدونی که الله میبینه؟ اگه داری راه تقوا رو و هدایت رو پیش میگیری یا اگر که داری راه کذب و تولا رو پیش میگیری، در هر 2 حالت خداوند داره میبینه. آیا تو اینو نمیدونی؟ و میدونی. حالا راجع به این توضیح میدم. این 4 آیه دقیقاً همون چیزهایی که ما میدونیم، یا داریم یا تو راه راستیم و داریم تقوا میکنیم، یا یک چیزهایی هستن که مانع میشن و میشن کذب و تولا. آیه 11 و 12 داره حالت عبد اذا سلا رو توضیح میده. بنده ای که داره توجه میکنه، اون بنده هنگامی که داره توجه میکنه، حالت اول. و آیه 13 داره حالت الذی ینها رو توضیح میده. کسی که نهی میکنه میگه کذبه، داره اون قسمت اول آیه رو توضیح میده. میگه اون کسی که ببخشه، میگه اون کسی که میگه که نهی میکنه و باز میداره، همون کسیه که دروغ میگه و تولا میکنه. الان حالا میخوام این 2 حالت توضیح بدم، قشنگ براتون جا بیفته. آیا تا اینجای داستان متوجه شدین که اون چیزی که خوندین و متوجه معنیش نشده بودین معنیش چیه؟ اینو به من بگین. ای جونم آرزو، تا اینجای داستان فهمیدین؟ مطلب یه خورده سنگین شد، اما اب نداره، چون اینا به هم مرتبطن باید این 4 آیه رو بگم. ای جون دلم، الان میگم، لادن صبر کن، عجله نکن. بله بله، چه کلمه قشنگیه ها. خدای شکرت. به زندگی جدید بگوییم بله، به عشق بگوییم بله، به شفا بگوییم بله. خدای شکرت. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. پس حالا بریم سراغ حالت اول، همون حالتی که توش صلا بود، هدا بود، تقوا بود. این حالت اول بود، هدایت، تقوا و توجه. این حالت اول بود. تقوا رو میخوام یه لایف بذارم کاملا توضیح بدم. تقوا یک چیز، یکی از کلمات پرکاربرد قرآنه و از نظر خداوند بنده ای که تقوا داره اون مرتفع‌ترین و بالاترین درجه و صفات انسانی رو داره.
تقوا اصلا یک ویژگی مخصوص انسانه. مخصوص این مثلا میگن که اکرم در مورد خداوند در مورد انسانم به کار میره، رحیم، نمیدونم کریم، اینا همه در مورد انسان هم به کار میره. اما تقوا فقط مختص انسانه، فقط. و انسان وقتی که به درجه تقوا میرسه، اون درجه‌ایه که دیگه همه دنیا براش خفن میشه. و حالا بهتون قشنگ تو اون لایف توضیح میدم که تقوا چیه. اینجا یه خلاصه میگم. تقوا از ریشه از مصدر وقایه است و ریشش و قاف ی وقایه واف ق ی. معنی کلمه تقوا، معنی این ریشه یعنی نگه داشتن، یعنی نگهداری کردن. تقوا رو همه جا پرهیزگاری ترجمه کردن. تقوا خیلی ترجمه های متفاوتی داره، ولی هیچ کدومش اون معنی کلمه تقوا رو به طور کامل نمیتونه برسونه. به خاطر همینه که خودش رو همه جا بیشتر به کار میبرن، چون پرهیزگاری میشه پرهیز کردن و برحذر داشتن، در حالی که خود تقوا یعنی نگهداری کردن. و خود نگهداری یعنی وقایع، اون ریشه معنیش نگهداریه. وقتی اون ت میاد اولش تقوا میشه. منظور اینه که کسی که اون نگهداری رو داره و میشه خود نگهداری، خود خویشتنداری، خود نگهبانی، خود نگهداری. اینا معنی کلمه تقواست. انگلیسیش میشه سلف کنترل. شنیدید حتما، یعنی کنترل خود. سلف مایند، ببخشید، مایند کنترل، کنترل ذهن. هر چیزی که این کنترل درش وجود داشته باشه میتونه معنی کلمه تقوا رو بدهد. کنترل ذهن، کنترل خود، کنترل افکار، کنترل نفس، کنترل ایگو، کنترل، نگه داشتن. و این فوق‌العاده است. نگه داشتن خود، کنترل کردن خود از هر چیزی که مانع توجه ما به اصل، ذات و حقیقتمون میشه. این معنای تقواست. نگه داشتن و نگهداری کردن از خودمون، از وجودمون، برای این که به یاد بیاریم و نگهبانی کردن از خودمون از هر چیزی که مانع از این میشه که به یاد بیاریم، از هر چیزی که جلوی ارتعاش و فرکانس و افزایش فرکانس ما رو میگیره. نگهداری کردن خودمون، نگهداری کردن توجهمون، نگهداری کردن از افکارمون که اینقدر حرکت نکنن، برن کنترل کردنشون. این معنی تقواست. تقوا یعنی از خودت مواظبت کن تا هر چیزی که توجه تو رو از این که به صفت خداوند باشه، هر چیزی که توجه تو رو پرت میکنه و پراکنده میکنه نزدیکت نشه. خودتو نگه دار، خودتو حفاظت کن. حفاظت انرژیتیکی بهش میگن.
مگه اینو نمیگیم؟ مگه از صبح شب نمیگیم مواظب نیرو، مواظب انرژیتون باشین، هدر نره، آدما ازتون انرژی دزدی نکنن، شرایط انرژی شما رو ازتون نگیره، انرژیتون خیلی مهمه، حفظش بکنید، مدیتیشن بکنید، این کار بکنید. همه این کارا رو داریم میکنیم که از یک چیزی نگهداری بکنیم دیگه، از اون ارتعاش، از اون فرکانس، از اون جایگاهی که درش قرار گرفتیم نگهداری بکنیم. هر چیزی که مانع از این بشه که من بتونم توجهم رو روی انرژی خودم، روی فرکانس خودم، روی هر چیزی که مربوط به خودم میشه، روی اصلم، ذاتم، حقیقتم، اون چه که از یاد بردم رو بخوام به یاد بیارم، هر چی که مانع از این میشه رو باید دورش کنم. باید خودم رو محافظت کنم از اونا، از اون موانع، از اون انرژی خارها، از اون شرایط، موقعیت ها، افکار، ایگو، هر چی که هست باید این اصل و حقیقت وجود رو ازش مواظبت بکنم و نگهداری بکنم. این معنی تقواست و کسی که میتونه این کار رو انجام بده خفن‌ترین پاداشا رو از خداوند میگیره. کسی که میتونه این کار رو انجام بده هدایت دریافت میکنه. کسی که میتونه فرکانس خودش رو نگه داره، انرژیش رو نگه داره، مرکز توجه خودش رو نگه داره و به حاشیه ها توجه نکنه، این آدمی که میتونه این کار رو انجام بده مورد حمایت جهان هستی قرار میگیره. جهان خودش رو تقدیم میکنه بهش. مورد هدایت مورد هدایت جهان هستی قرار میگیره. این آدم چون توجهش روی خودشه، چون توجهش روی اون حقیقت و اصل و داره اون رو کند و کاف میکنه و به دست بیاره، نشانه ها رو دریافت میکنه، هدایت میشه، بر طریق هدایت به راه راست حرکت میکنه، منحرف نمیشه، دنبال حاشیه ها نمیره. چون مرکز توجهش پی حاشیه ها نیست پس منحرف نمیشه. آیا این آدمی که تقوا داره خفن نیست؟ خیلی باحاله، خیلی باحاله. و یک معنای دیگه‌ش هم اینه که پرهیزگاری، یعنی دوری جستن از هر چیزی که ما رو از یاد خداوند غافل میکنه. هر چی که ما رو از اون مسیری که داریم درش حرکت میکنیم، هر چیزی که ما رو دور میکنه، مانع میشه برامون. اگر ما از اینها پرهیز کنیم، برحذر کنیم خودمونو، پرهیز کنیم از آدمایی که هم ارتعاشمون نیستن، پرهیز کنیم از مکانهایی که ارتعاش ما رو میارن پایین، پرهیز بکنیم از هر حاشیه‌ای، هر فکر مربوط به گذشته یا هر فکر مربوط به آینده یا فکر کردن در مورد آدم‌ها یا قضاوت کردنشون. اگر ما از این پرهیز بکنیم، دوری بکنیم، برحذر باشیم از این کارها و انرژیمون رو سیو بکنیم و نگه داریم برای خودمون، برای اینکه به یاد بیاریم، ما آدم با تقوایی هستیم. این معنی تقواست. آیا زیبا نیست؟ معنای حالا تقوا رو قشنگ توضیح میدم. والا قشنگ توضیح دادم. معنای عربی کلمه تقوا یعنی اینکه شخص بین خودش و چیزی که از اون میترسه حائل و مانعی قرار میده. شخص بین خودش و اون چیزی که ازش میترسه حائل و مانعی قرار میده و به این میگن توی عربی، به این کار میگن تقوا توی زبان خودشون. یعنی آقا هر چیزی غیر از یاد خداوند در ما ترس ایجاد می کند. هر چیزی غیر از یاد خداوند در دل ما ترس ایجاد میکنه. اگه گذشته است ما رو میترسونه، اگه آینده است ما رو میترسونه، اگه آدمای دیگر ما رو میترسونه، اگه شرایط دیگه است ما رو میترسونه، اگر توجهمون هر جایی بره
غیر از پیش خداوند ما دچار ترس میشیم و جایی که خداوند حضور داره امکان نداره که شما بترسین. ترس غایب میشه در حضور خداوند، چون ترس از جنس دیوه. در حضور خداوند ترس غایب میشه. خداوند کجا حاضر بود؟ لحظه حال ها. پس تو لحظه حال هیچ ترسی وجود نداره. تقوا یعنی این که من یک دیواری میکشم بین هر چیزی که منو میترسونه. یاد هر چیزی جز یاد خداوند منو میترسونه. پس من یک دیوار حایلی میکشم و مانعی میسازم و اجازه نمیدم هر چیزی که منو میترسونه به هم نزدیک بشه، انرژیم رو بگیره، انرژیم رو بخوره، منو ضعیف کنه، منو ببره تو فرکانس های پایین جهان هستی ولم بکنه که اونجا خداوند حضور نداره و پر از ترسه. گرفتی چی شد؟ پس هر چیزی غیر از یاد خداوند وقتی به یاد ما میاد در ما ترس ایجاد میکنه. جایی که یاد خداوند هست، جایی که خداوند حضور داره، ترس غایبه. خداوند در لحظه حال حضور داره. پس آدمی که تقوا داره آدمیه که یک مانع، یک دیواری کشیده بین خودش و ترس ها و اجازه نمیده، خودش رو داره حفاظت میکنه، اجازه نمیده اون ترس ها بیان و برش غلبه بکنن. چجوری این کارو میکنه؟ با توجه کردن به یاد خداوند. چجوری این کارو میکنه؟ با توجه کردن به اصل و ذات خودش، با به یاد آوردن. چجوری این کارو میکنه؟ با حضور در لحظه حال. لحظه حال محل سکونت خداونده. خداوند جایی که باشه ترس قایمه. به همین سادگی. گرفتی تقوا چی شد؟ بریم سراغ بعدش. پس ما با کنترل کردن ایگومون، نفسمون، منیتمون، اون خود ایدئال دوست نداشتنیمون، ما با کنترل کردن اون وقتی نریم دنبالش، مچشو بگیریم، نذاریم بیاد ما رو ببره، از خودمون محافظت کنیم، در واقع تقوا داشته باشیم، در مسیر هدایت قرار. غیر از اینه؟ خیر. پس اگر که ما بتونیم که خود کنترلی داشته باشیم یا سلف کنترل داشته باشیم یا مایند کنترل داشته باشیم، از انرژی و فرکانسمون میتونیم محافظت بکنیم. نمیذاریم چیزهایی که بازدارندن، ینها الذی ینها، اونایی که مانع میشن، باز میدارن ما رو از هنگامی که داریم صلات میکنیم، هنگامی که داریم توجه میکنیم، نمیذاریم اینا نزدیک ما بشن. ما مانع میشیم، مانع میسازیم برای اونها، نمیذاریم اونا مانع بشن برای ما. میتونه افکار خودم باشه، میتونه آدمای دیگه باشه، میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به جای اینکه اون بیاد مانع توجه من بشه، من میرم پشت سپر تقوا و نمیذارم که اون اصلا به من نزدیک بشه که بخواد مرکز توجهم رو به هم بزنه. این حالت اولیه بود. بریم سراغ حالت دوم. اگه این نباشه چه اتفاقی میفته؟ کذب و تولا. کذبه رو قبلا گفتم. کذبه میشه دروغ گفتن و خبر دادن از چیزی برخلاف آنچه که هست. یعنی ذهن من بیاد یه مانعی بسازه، یک عالمه ترس خیالی بسازه، یک عالمه چیزی بسازه که واقعا نیست، اما به من بگه اینا هست و توجه هم رو بیاره اینجا. چون منو از صلات باز داشت، مانع من شد و من نتونستم، تقوا نداشتم و نتونستم که کنترل بکنم، میام اینجا، میام توجه هم رو میذارم روی اون چیزهایی که واقعا نیست. کذبه یعنی این که خبر دادن از چیزی برخلاف اون چیزی که هست و وجود داره.
و تولا یعنی روی برگرداندن، یعنی اون تولا از ولایت، از ولی میاد، یعنی ولی شما از اون ولی اصلیتون روی برمیگردونین و ولایتتون رو میدین به دیگران، دوستی میکنید با دیگران. این یعنی معنی تولا، دوستی با دیگری، روی برگردوندن از اصل و دوستی با دیگری میشه تولا. و اگر که من بگم که به خداوند نیازی ندارم، اگر سرکشی بکنم، طغیان بکنم، خودم رو غنی بشمارم و اگر برم و دور بشم و فکر کنم که هیچ وقت من به پروردگارم بر نمیگردم و احساس بی‌نیازی بهم دست بده و بگم که اصلا من با جهان در تماس نیستم، من نیازی ندارم، من همه کارا رو دارم خودم میکنم، اگر این تعامل رو انکار کنم، اگر چیزی که هست رو بگم نیست و چیزی که نیست رو بهش توجه بکنم و بگم هست و روی برگردونم از اون ولایت اصلی، از اون دوست اصلی، از اون عشق اصلی و روم رو بکنم به این چیزهای دروغی و کذب، که احساس بی‌نیازی بکنم، که سرکشی بکنم، که طغیان بکنم، که نیازهام رو ببرم پیش بندگی دیگران رو بکنم غیر از بندگی خداوند و فکر بکنم که این آدم ها دارن نیازهای من رو برآورده میکنن، رئیسم داره برآورده میکنه، دوستم داره برآورده میکنه، اون بالا سریم داره برآورده میکنه، تو رابطه‌ای که هستم طرف مقابل داره برآورده میکنه و یادم بره که نیاز من لحظه به لحظه داره توسط خداوند پاسخ داده میشه، نه توسط این چیزهایی که دور و اطرافمه. در واقع چیزی که واقعا هست رو نبینم و یک چیز دیگه‌ای ببینم، یک کذبی رو ببینم و روم رو بکنم به سمت اونها و توجهم رو بردارم از اون اصل و از اون ذات حقیقی. توی این حالت دوم هر چیزی میتونه این کذب و تولا باشه، هر چیزی میتونه مانع از این باشه که ما چیزی که نیست رو بهش توجه بکنیم و چیزی که هست رو نبینیم و ازش دور بشیم، رومون رو بکنیم به هر چیزی که در راستای تعالی روح ما نیست و رومونو برگردونیم از اون تکامل، از اون رشد. هر چیزی میتونه باشه، به خاطر اینکه تو آیه گفته که دیدی که اگر دروغ گفت و رو برگردوند، این دقیقا همون کسیه که ینها مانع میشه. اون کسی که مانع میشه، چه خودت باشی چه دیگری باشد از بیرون، از طریق کذب، کذبه، دروغ میگه و روی برمیگردونه، از این طریق این کار رو انجام میده. اگه خودت داری به خودت دروغ میگی، یه سری ترس‌های غیر واقعی بر خودت ساختی، از اونا داری میترسی، یه سری چیزای که نباید بهشون توجه کنی، یه سری مانع بر خودت ساختی، داری مراکز توجهت رو پراکنده کردی، به اونها داری توجه میکنی، از اون اصل روی برگردوندی و روتو کردی به 1001 آدم و شرایط و 1000 تا چیز دیگه وصل شدی و داری به اونها توجه میکنی و توجه تو از اون اصل برداشتی. چه خودت باشی چه دیگران این کار رو انجام بدن، هیچ فرقی نمیکنه. و کسی که این کار رو میکنه آیا نمیدونه که قطعا خداوند میبینه؟ اگه خودتی، اگر که دیگری، آیا نمیدونی که خداوند میبینه؟ خداوند میبینه
منظوری نیستش که خداوند نشسته اون بالا داره دونه دونه ما رو تلسکوپ انداخته اونو دارم میبینم، اون الان یه خورده به اون یکی توجه کرد، خب توجه به من نکرد، داره یه خورده هم غیبت میکنه، دوربینو میندازه اون ورتر، آها تو رو دیدم، تو از رئیست رفتی اون نوکری اونو میکنی، حالا نشونت میدم، دوربینو میچرخونه، آها تو بنده ماشینت شدی، حالا حسابتو میرسم. منظور این نیست که خداوند با دوربین نشسته داره ماها رو میبینه یا نمیبینه. منظور اینه که آیا من و تو حضور خداوند و ظهور خداوند رو در تمام جهان میبینیم؟ وقتی سوال به این واضحی رو میپرسه که همه جوابش رو میدونن و میگه که آیا نمیدونی که قطعا الله میبینه؟ منظور اینه که عالم، آدم، جهان، کائنات، کیهان، هر چی که اسمشو میذاری جلوه ظهور و حضور خداونده. پس او همیشه در حال دیدن ماست، چون همیشه هست. آیا ما اینجا در این لحظه وجود داریم؟ آیا ما اینجا هستیم و ما داریم این حضور و ظهور خداوند رو در همه چیز میبینیم؟ او که هست، ما کجاییم؟ ما داریم چی میبینی؟ اگر ما در هر چیزی ظهور و حضور خداوند رو ببینیم که اون وقت به یاد میاریم، که اون وقت هر لحظه در حالت صلاییم، که اون وقت هر لحظه داریم تقوا میکنیم، که اون وقت هر لحظه در هدایتیم، اون وقت به یاد میاریم، اون وقت به اصل و حقیقتمون پی میبریم. پس اگر ما توجهمون روی چیزهای دیگه است و اگر ما در حالت یکذبا هستیم، اگر ما در حالتی هستیم که داریم برخلاف قوانین جهان عمل میکنیم، این ماییم که نمیبینیم و یعنی او همیشه میبیند. چگونه میبیند؟ با ظهور و حضورش در همه جهان هستی، هر لحظه در حال دیدن ماست. مسئله اینجاست ما چقدر در این ثانیه و لحظه حضور داریم و بیناییم. ما به هر چیزی که می‌نگریم داریم عظمت وجود او رو می‌بینیم و نه داریم مانع و سدی می‌بینیم. آیا ما در هر چیزی که می‌بینیم به اصل و حقیقت اون وجود داریم پی می‌بریم یا نه دنبال 1001 نظر مختلف و عقیده و قضاوت و 1000 تا فکر داریم تو سرمون میپرورونیم که اون چیز رو اون بر اساس باورها و افکارمون ببینیم و اون وقت دیگه ما خداوند رو نمیبینیم، یک چیزی رو ساختیم با ذهنمون و داریم تماشاش میکنیم. مرکز توجهمون کجاست اون وقت؟ آیا باز هم در حال صلاتی؟ به به. و اگر ما هر لحظه این که اینجا میاد میگه که آیا نمیدونی که خداوند میبینه، که الله میبینه، چون اون آدم در واقع اون آدمی که نهی میکنه، اون آدمی که اون ذهنی که اینطوری بگم بهتره، اون ذهنی که نهی میکنه، اون فکری، اون باوری، اون ایگویی، اون خودی که نهی میکنه، اون خودی که
واقعیت رو یک جور دیگه تزیین میکنه که ما حقیقتش رو نفهمیم. اون خودی که، اون ایگویی که، اون ذهنی که ما رو به آینده و گذشته میبره، چیزهایی که وجود ندارن و به همون میگه وجود دارن و ما رو میترسونه، توجه ما رو میبره به سمت موانع. اون ذهن که قضاوت میکنه، که حسادت میکنه، که دشمنی میکنه، که برای همه سنگ‌اندازی میکنه، خیر نمیخواد، اون ذهن احساس گناه داره، احساس شرم داره، در غم و اندوه به سر میبره، غم و اندوه دیگران رو میخواد، غم و اندوه خودش رو میخواد، توجهش همش روی این هاست. اون ذهن در واقع نه تنها حضور و ظهور خداوند رو در خودش و در تمام جهان پیرامونش نمیبینه، بلکه فکر میکنه که هر ارتعاشی، هر کاری که کرد همینجا باقی میمونه و تموم میشه و هیچ سیستم و قانون و نظامی در این چرخه کائنات و جهان هستی وجود نداره. اون ذهن اینطوری فکر میکنه. به خاطر همین اینجا میگه آیا اون نمیدونه که قطعا خداوند میبینه؟ قطعا خداوند میبینه یعنی این جهان، یعنی این کیهان، یعنی این کائنات، این شبانه روز، این گردش دوران یک نظام قانونمنده، یک ارکستر سمفونی که بسیار منظمه. یعنی این سیستم تابع قوانینیه و اون که نمیدونه که خدا داره میبینه یعنی باور نداره که این جهان یک سیستم و نظامی داره، این جهان تابع قوانینیه. در واقع اون ذهن اینو باور نداره که جهان قانونمنده. مثل اینکه و دیدن خدا یعنی اینا، دیدن خداوند یعنی اینکه شما یه دونه زدی باید بخوری، یعنی هیچ چیزی از این سیستم جهان به دور نمیمونه، بدون پاسخ نمیمونه. همه چیز هر لحظه در حالت نظارت، همه چیز در حالت حضور و همه چیز منظم و پیوسته با همدیگه داره کار میکنه. انرژی از بین نمیره، از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. شما اگه یه کاری کردی باید جوابشو ببینی و دقیقاً داره همینو میگه. یعنی وقتی میگه خداوند میبینه یعنی این خداوند که دونه دونه ماها رو که نمیبینه، که قوانینی رو بر این جهان وضع کرده و این قوانین همیشگیه، تا ابدالآباده، تا بی نهایت بوده، هست و خواهد بود. هیچ چیز در این جهان خارج از چارچوب این قوانین عمل نمیکنه، نمیتونه عمل بکنه. و این یعنی دیدن خداوند و این یعنی که هر لحظه ما حضور خداوند و نظارت خداوند رو احساس کنیم و بدونیم که هر آنچه که داریم عمل میکنیم پاسخی دریافت میکنیم بابتش. عین این میمونه که مثلا من یه کاری بکنم بعد بگم که خب حالا این که خونه نیستن نمیبینن، بذار اینو بردارم با خودم ببرم و فکر کنم که اون نمیبینه و فکر کنم که من پاسخ اینو دریافت نمیکنم و چون دارم فکر میکنم که حالا اون صاحب خونه، اون دوست من، اون رفیق من، اون آدمه نمیبینه نیست، اینو بردارم مثلا با خودم ببرم، اون که نمیبینه. و چون فکر میکنم که نمیبینه یک کار فرکانس پایینی انجام میدم، یک کار ناخوبی انجام میدم، چون فکر میکنم که نمیبینه اون دوست من یا اون طرف یا اون صاحب این رستوران، اینجا، هرچی، و برمیدارم با خودم میبرم. در صورتی که اگه من اینو بردم شاید اون نبینه، اما این جهان قوانینی داره و خداوند بینایی دارد که یک دونه لیوان اگه شما ورداری ببری بدون پاسخ باقی نمیمونه. جواب اینو یه جایی، یه روزی، 30 سال دیگه، 100 سال دیگه، این زندگی نه 10 تا زندگی دیگه، جواب اینو باید پس بدی.
تموم شد و رفت. این یعنی اینه که آیا نمیدونی که قطعا خداوند میبینه؟ نمیدونه اون آدمه که نهی میکنه که مانع میسازه؟ این ذهنه نمیدونه که این جهان یک سیستمی داره، یک سازوکاری داره، هر آنچه که بفرسته رو دریافت میکنه. اگه داره به ناخوبی توجه میکنه، اگه داره به نازیبایی توجه میکنه، اگه داره به دشمنی توجه میکنه، اگه تو حاشیه هاست، اگه دنبال این فکره اون فکره، اگه تو گذشته است، اگه همش ترس از آینده داره، نمیدونه که داره اینو به جهان میفرسته و از همین جنس دریافت میکنه. آیا انسان رو نمیدونه؟ بابا خدا میبینه که همه چیز در این جهان پاسخ داده میشه، قوانینی هست، هر آنچه رو که میفرستی میگیری. مرکز توجهت کجاست؟ همین الانه که اینجا نشستی مرکز توجهت کجاست؟ مرکز توجهت اگر تو گذشته یا آینده‌ای باشه، اگه به کسی باشه، اگه به چیزی باشه، اگه به ترسی باشه، اگه به ناخوبی باشه، همونو تا چند روز آینده در زندگی جذب میکنی. ما آینده رو تو لحظه حال همین الانه داریم میسازیم. اگر بدونیم که خداوند در هر لحظه در هر چیزی حضور دارد، توجهمون رو میذاریم روی اون حضور، از اون جنس به جهان میفرستیم، چون میدونیم که خدا داره میبینه این جهان یک سیستمی داره، یک چارچوبی داره، یک قانونی داره، از همون جنسی که فرستاده فردا به همون برمیگرده. پس اگه من جای شما باشم یا اگر جای خودم هستم، چرا جای شما، هر لحظه دارم تلاش میکنم که مرکز توجهم روی اصل، ذات و به یاد آوردن خودم باشه. پی این و اون و این کار و اونجا و این برا اونجا نباشه، پی خودم باشه، چون میدونم که خدا میبینه. یعنی چی؟ چون میدونم که جهان قوانینی دارد و در آینده من نتیجه فرکانس های امروزم رو تجربه میکنم، همونطوری که الان نتیجه فرکانس های دیروزمه. پس الان توجهم رو میارم به حضور و وجود خداوند و در همه جهان خداوند رو میبینم، چون از این جنس فرکانس میخوام که فردا دریافت بکنم، چون میخوام که خداوند هم من رو ببینه. به 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 به. پس این حالت دوم، یا یکی توی این فرکانسه یا یکی توی اون یکی فرکانسه. کسی که نهی میکنه، کسی که میگه قوانینی بر این جهان وجود نداره، کسی که ما رو باز میداره، کسی که واقعیت رو جور دیگه‌ای به ما نشون میده، کسی که در واقع از چیزهایی که نیست ما رو میترسونه، کسی که ما رو با خودش میبره به قضاوت‌ها و نظر دادن‌ها و حسادت کردن‌ها و گناه و هر چیز ناخوب دیگری. نه فقط در کلام، میتونه در ارتعاش وجود یک نفر باشه، در اقدامات یک نفر باشه، میتونه مربوط به خودمون باشه، میتونه مربوط به دیگری باشه. هر کسی اینی که این کارا رو کرد، چه خودم و ذهنم باشم و افکارم باشم که خودم رو دور کردم و فرکانس های از جنس ناخوب به جهان فرستادم، چه دیگری باشه که با من هم ارتعاش نبود و در ارتباط با من قرار گرفت و منو نه کرد و باز داشت مراکز توجهمو. هر کسی که باشه، نتیجه ی حالت دوم چی میشه؟ اگه من فکر کنم که خداوند نمیبینه و جهان قوانینی نداره، چه اتفاقی میفته؟ نتیجه ی حالت دوم، آیه شماره 15. کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه. هرگز این چنین نیست. اگر دست بر نداره اون از این کاری که داره انجام میده، اینجاش خیلی قشنگه. اگر کسی که داره این کار انجام میده از اون کار دست بر نداره، اگه من خودم هم مانع رشد دیگران میشم، اگه دیگرانن مانع رشد من میشن، اگر خودم هم مانع رشد خودم دارم میشم، اگه از این کار دست بر ندارم، موی جلوی پیشانیش رو به شدت میگیریم. لنسفعنا بالناصیه. این یعنی چی؟
موی جلوی پیشونیشو به شدت میگیریم. الان این اصلا چه ربطی داشت به داستان؟ یهو چرا راجع به پیشانی صحبت کرد؟ اوه یه چیزی افتاد شکست. بذارین کامنت ها رو باز کنم. خب یکم شما حرف بزنین. دیدی این ناسیه خیلی مهم بود. یه چیزی شکست و توجه همه اینجا. خب خانم جلسه دو تا لیوان آب بر خودش میاره. سلام برو موهاتون. خب اونقدر زیادی هم نمونده ولی اینجا خیلی مهمه. گرفتی تا اینجا چی شد؟ حالا میخوایم ببینیم که آقا اون آدمی که نهی میکرده میخوایم بشناسیم که چه اتفاقی براش میافته. چه خودم باشم چه دیگری باشه. آره ترکید کلا. خب حالا آقا چه ربطی داره اگر که این چنین نیست؟ اگر این کار رو ادامه بده و دست بر نداره اونو از موی جلوی پیشونیش به شدت میگیریم. این چه ربطی داشت؟ قربونی شما. خب بریم ربطش رو بگیم. ناسیه از مناسات یا یه همچین چیزی میاد به معنای اتصال، چون پیشانی محل وصل شدن مو به یعنی این اولش محل اتصال مو به سره بهش میگن ناسیه، به خاطر این به پیشانی میگن. اما معنی این کلمه در واقع اتصاله، محل اتصال، محل اتصال و پیوستگی. اگر که اون از این کارش دست بر نداره اتصالمون رو ازش میگیری. همه ما میدونیم. بذار اول معنی ظاهریش رو بگم. جای دیگه ای در قرآن من گشتم ببینم این ناسیه جای دیگه ای هم به کار برده شده برای اینکه بتونم معنیش رو بگم. دیدم بله آیه 56 سوره هود اونجا میگه که آخذون به ناسیتها، یعنی و اونجا اینجوری معنی کرده همانا من بر خدا، حضرت هود میگه من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم. همانا من بر الله پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم. هیچ جنبنده این نیست مگر این که او مهار هستیش را در بر دارد. این مهار هستی گرفتن میشه آخذون به ناسیه، یعنی اتصالش رو، مهارش رو، انگار که محل جنبندگان محل اون مهارشون در پیشانیشونه. آخذون به ناسیه یعنی اون اتصال به هستی. وقتی میگه که یعنی اتصال به هستی به وسیله هیچ جنبنده نیست که متصل به جهان هستی نباشه. در واقع اینجوری معنی کرده آخذون به ناسیه رو، مهار هستیش رو خداوند در دست داره و به راستی پروردگار من به راه راسته. و اخذ کردن به ناسیه یعنی گرفتن به ناسیه معنیش تسلط داشتنه، معنیش قدرت داشتنه. میگه هیچ جنبنده‌ای نیست که تحت سلطه و فرمان روایی خداونده و اتصال داره. این معنی گرفتن به پیشانیه، یک کنایه است.
در واقع آخذون به ناسیه یک جمله کناییه و همچنین این معنی رو هم میده که کنایه از اینه که قدرت نمایی کنه یا برش غلبه کنه یا اینکه بزنتش زمین، یعنی بگیره و بزنش زمین. یه همچین معنی هم میده. دو جور کنایه است. یک کنایه از اینه که تسلط بر همه جنبندگان به وسیله خداونده، آخذون به ناسیه کنایه است تسلطه. یکی معنیش اینه که تسلط با غضب، یعنی غلبه کردن، قهر کردن. و میگه که ما حتما اون پیشونی اونو میگیریم، یعنی بهش غلبه میکنیم، یعنی قدرت نمایی میکنیم به اونی که داره نهی میکنه، یعنی حسابشو میرسیم، بهش نشون میدیم که ما میدیدیم. حالا میخواد بگه چجوری داره این کار میکنه. و معنی بسیار باطنی تر، همه ما میدونیم که اینجا پیشانی محل چشم سوم یا غده پینئال مغزمونه، غده‌ای که ماسک ها و نقاب ها رو کنار میزنه و باعث میشه که ما حقیقت ذات هر اتفاق، موضوع، هر آدم یا هر شیئی رو ببینیم. اگه یادتون باشه تو بد کالبدهای ما تو اون لایو توضیح دادم چشم سوم مربوط به کالبدیه که ما رو در واقع با جهان هستی در تعامل و یکی میدونه، ما رو با جهان یکی میدونه، نه جدای از جهان. و در اینجا با باز شدن آگاهی و بصیرت و دانایی و یکی شدن با آگاهی کل، با اون کانشسنس الهی، با باز شدن چشم سوم اتفاق میفته. یعنی همه ما زمانی یکی میشیم با اون آگاهی الهی که در واقع بتونیم حقیقت هر چیزی رو ببینیم و بصیرت و درک پیدا کرده باشیم و میفهمیم که اون وقت ما از جهان جدا نیستیم و با همه جهان هستی یکی هستیم و بی نیاز از چیزی نیستیم. ما نیازمندیم به هر چیزی که در جهان هست و ما همه به هم متصلیم. این آگاهی در واقع با باز شدن چشم سوم اتفاق میفته. باز شدن غده پینئال و باز شدن اون قدرت و چشم ماورایی و دیدن ورای نقاب ها در واقع یک چیزی نیست که مثلا شما الان فکر کنید که دارید جن و پری و فرشته و اینا میبینید. در واقع شما حقیقت و ذات هر موضوعی رو میتونید بهش پی ببرید و اون یگانگی جهان رو، یعنی خودتون رو یک چیزی جدای از جهان نمیبینید که بخواید وصل کنید حالا خودتون رو به جهان و در قالب جهان خودتون رو درک بکنید. کل جهان رو در چیزها میبینید و در یک چیز فقط یک چیز رو نمیبینید، در یک چیز کل جهان هستی رو میبینید. این یعنی باز شدن غده پینئال و یعنی این که ما همه به هم دیگه نیازمندیم و ما همه یکی هستیم. با باز شدن چشم سوم شما مشاهدهگر وحدت میشید، حتی خودتون رو جزئی از وحدت نمیبینید، خودتون رو هم همون وحدت میبینید و این اتفاقیه که همه ما میدونیم وقتی که به این آگاهی و بصیرت دسترسی پیدا میکنیم در واقع میفته برامون. و اینجا میگه که اگر شما خودتون باشین، اون کسی که دارین دائما نهی میکنین و باز میدارین و توجهاتون جاهای مختلفه و اینها، ما این قدرت رو از شما میگیریم. ما این قدرت تشخیص رو، این بصیرت و آگاهی، این منظور از این پیشانی اون دید الهیه. ما اون رو اگه قراره بهش دسترسی پیدا بکنید نمیتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. اگر تو فرکانس های پایین جهان هستی گیر افتادید، اگر آدم ها یا خودتون از جنس حسادت ها، قضاوت ها، گناه ها، تنفر ها
جدا کردنها، غرورها، منیتها، اگر از این جنس افکار بازدارنده دارید یا اگر آدم‌هایی در اطراف شما هستند که به وسیله اینها افکار شما رو باز می‌دارند، شما نمیتونید دیگه دسترسی برای باز کردن چشم سوم و بعد به قسمت آشنا یا چاکرای هفتم و یا اینکه همه و هیچ شدن در جهان رو ما این قدرت رو از شما میگیریم. نمیتونین به اون درجه برسین. غلبه میکنیم و به شما نشون میدیم. نمیخوای متوجه بشی، حالا مونده. چپ و راست باید بشی تا متوجه بشی. هنوز نرسیدی به اون مرحله. این قدرت دستت گرفته میشه. به همین سادگی داره اینو میگه. میگه ما پیشونیشو میگیریم. تمام شد رفت. هیچ کاری هم نمیخواد بکنه، یعنی هیچ ظلمی اینجا اتفاق نمیفته. ما یک سری مراکز توجه نادرست داشتیم و ما یک سری افکار بازدارنده و مانع ها داشتیم. مثل خداوند کاری نکرده. ما خودمون آوردیم توی فرکانسی، این قدرت از همون گرفته شد. تموم شد و رفت. به همین سادگی. و توی آیه بعد میاد میگه که ناسیتن کاذبتن خاطئه. ناسیه پیشونیه اون کاذب، اون دروغگوی خطاکارو. حالا اگه خودتی یا اگه دیگری یا اگه تو برای دیگری، هرچی. یعنی چی شد آقا؟ فرکانس تغییر کرد. اومدی تو فرکانس‌های پایین جهان هستی، همون چیزهایی که می‌خواستی دیگه، همون چیزهایی که داشتی بهش توجه می‌کردی، همون چیزهایی که فرکانسش رو ارسال کرده بودی، بیا ما همونو برات فرستادیم، نه اضافهش کردیم نه کمش کردیم. دیگه شما نمیتونی بری بالاتر. اتصال قطع شد. مگه فکر نمی‌کردی بی‌نیازی؟ مگه فکر نکردی جدایی؟ مگه فکر نکردی برگشتی وجود نداره؟ مگه فکر نکردی که خداوند اصلا نمیبینه، خدایی وجود نداره؟ مگه نهی نکردی جهانو؟ مگه قوانین جهانو نهی نکردی؟ خیلی خوب. تو از این قوانین جدا شدی. از این قوانین که جدا نشدی، تو از این جهان خودت رو به وسیله افکار جدا کردی. قدرتی که در دسترست بود، چیزهایی که میتونستی به یاد بیاری، خودت از دست دادی. دیگه نمیتونی به یاد بیاری. تموم شد. قدرت یادآوری رو ازت گرفتیم. ما به همه اینو داده بودیم، به تو هم داده بودیم. خودت به وسیله افکاری که ایجاد کردی این قدرت رو از خودت گرفتی. ما هم هیچ کاری نکردیم. خودت این کار کردی. خودت اینو خواستی. نکردی. رفتی بی‌نیازی اعلام کردی. اوکی، پس بی‌نیاز باش. طغیان کردی. بیا. ما که اصلا به تو داده بودیم. تو سلوله بودی، یه دونه علقه بودی. ما همه چی رو تو یاد داده بودیم. ما هم که اکرم بودیم. همه چی هم که تو میدونستی بهت همه رو گفته بودیم. گفتیم آقا به یاد بیار. فکر کردی اینطوری نیست، یه جور دیگه است. همون جوری که فکر کردی برات اتفاق افتاد. خوب یا بد، باور کنی یا باور نکنی، این قانون جهان هستیه. و دقیقاً تو هم مطابق قانون عمل کردی. فقط فکر کردی که جهان قانونی نداره و خداوند نمیبینه. به به. و بعد ببین چه اتفاقی میفته. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. آیه شماره 17. فلیت او نادیه. پس حالا اون کسی که ازش گرفتیم، از اون دروغگوی خطاکار، اون چیکار میکنه؟ گروهش رو، نادیه یعنی گروه، آدماشو، نادیه گروهشو فلیت او دعوت میکنه، فرا میخونه. اون آدم خطاکار دروغگوه نه میکرد، اون که اون قدرت های چشم سومش هم ازش گرفته شد و اون کانشسنس الهی دیگه دسترسی نداره، خودش یعنی این کار کرد، گروهش رو فرا میخونه. آقا خیلی قشنگه. گروهش کیم؟ هم فرکانساش کیم؟ من اصلا خیلی قشنگه. از ذوقش شوق دارم. هم فرکانساشو فرا میخونه. آیه شماره 18 ببینیم این هم فرکانساش کیان. سند او زبانیه.
همگروهیاشو فرا خوند. پس خواهیم فرستاد. ندعو فرا میخونیم، خواهیم فرا خوند، فرا خواهیم خوند. زبانیه دیواشو دیوشو. گرفتی چی شو؟ گفت آقا گروهشو فرا خوند، گروهشو فرا میخونه، پس ما میفرستیم براش همگروهیاشو. همگروهیاش کیان؟ زبانیه، دیوان. ما دیوار براش الان میفرستیم. خودش خسته صداشون کرده همگروهیاشو. دیوا کیان؟ خشم، نفرت، قضاوت، حسادت، احساس شر، احساس گناه، احساس ناامیدی، یأس، پایین ترین فرکانس های جهان هستی. اینا دیوان. حسادت دیوه، گفتم اینو رو قبلا، غرور دیوه. اینا آتیشن، اینا جهنمن. خودش خواسته میگه همگروهیاشو فرا میخونه، پس ما میفرستیم براش همگروهشو. سند او پس خواهیم فرستاد، همین الان میفرستیم. زبانیه، ملائکی آتش، فرشتگان آتش، دیو، فرشته عذاب، آتشبان. اینا معنیای زبانیان. خودش خواسته بود دیوار دیگه. خدا که عذاب نمیخواد به اون بده، که خداوند اصلا نخواست، اصلا هیچ کاری نکرد. او خودش یه سری دیوها وجود دارن مثل حسادت، منیت، غرور، تکبر. اینا همه دیون. خدا کی کاری نکرد، این خودش همگروهیاش صدا کرد، گفت من اینا رو میخوام. ما هم واسش فرستادیم. هر چی بفرستی دریافت میکنی. قانون جهان هستیه. چقدر قشنگه. زبانیه به زبان عربی میشه پلیس عربی، یعنی شرطه، پلیس. شرطه هم میگن به پلیس. در واقع نگهبانان آتش، اون ملائکه عذاب، فرشتگان عذاب، فرشتگان آتش، فرشتگان جهنم. نمیدونم، دیوای جهنم. دیوان فرشتن دیگه، دیوهای جهنم. پس دیوها رو فرا میخونیم براش. بفرمایید. چیزی که خواسته بودیم، دعوت کرده بودین، دوستاتون اومدن. و این میشه جهنمی که اون آدم برای خودش میسازه. آیا غیر از آیا جهنم جای دیگری است؟ به من نشون بدین کجا میتونه باشه. کجا میتونه باشه؟ دقیقاً کاریه که ما خودمون جهنم رو فرا میخونیم. ما خودمون این نگهبانان آتش رو فرا میخونیم. ما خودمون رو میبریم تو فرکانس های پایین جهان هستی، فرق میکنیم و میبریم اونجا و از همون جنس دیوها میان پیشمون. دسترسیمون هم به همه قطع میشه. این عذاب الهی نیست. همه جا اینو ترجمه کرده بود که عذاب الهی خداوند اون در جهنم، این عذاب الهی به این آدم فرا خواهد رسید. در کدوم جهنم؟ چه جهنمی از این بدتر؟ چه جهنمیه از کسی که تموم شد، این قدرت یادآوری رو ازش گرفتن؟ چه جهنمی از این بالاتر که اون آدم تا ابدالآباد باید توی اون فرکانس هایی که خلقشون کرده، توی اون جهل و نمیدونم قضاوت و منیت و تنفر و غرور و این احساس گناه داشتن، و چه جهنمی از این بدتر که این آدم باید اون تو زندگی کنه. دوستاشم فرا خونده بیان، اینا اومدن، دیوا همه اومدن دور و برش. این عذاب از طرف خداوند نیست، این عذاب از طرف خودمونه. این جهنم خودمون ساختیم. این چیزیه که فرستادیم، دریافت کردیم. این قانون جهان هستیه.